بسم الله الرحمن الرحیم. تو جنگ احد خبر پخش شد که رسول الله شهید شدن و وقتی این خبر پخش شد خیلی اسلحه‌شون گذاشتن زمین، خیلی هم فرار کردن. خدا انتقادی که تو قرآن به این افراد مطرح کرد این بود: افئمات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. حالا برفرض پیامبر از دنیا رفته، شما باید راه رو ول کنید. با رفتن راهنما راه از بین نمیره، اون مقداری که بلد بودید برید. راه خدا وجودش و حیاتش و استمرارش بند وجود هیچکی نیست. بزرگتر از نصرالله ها از دنیا رفتن و حق هنوز زنده است. امام راحل از دنیا رفت، خلف صالحشون اداره کردن. چقدر از سردارای جبهه و جنگ که همه فکر میکردن اونها شهید بشن چه خبر خواهد شد، ولی حق هنوز زنده است. بعدها هم بزرگتر از این افرادی که تا الان شهید شدن میان و اونها هم از دنیا میرن، ولی حق هنوز زنده است. حق به دلیل اتصالش به آسمون و خدا حیاتش را از کسی نمیگیره. ما ایم که باید خودمون رو متصل کنیم به این راه، شاید سعادتی ببریم.